بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یکی از مفاهیم اخلاقی واژه تواضع هست. در قرآن کریم کلمه تواضع و مفهوم تواضع به این معنا ذکر نشده، اما مفاهیم دیگری هست که این معنا رو میرسونه. مثلا مفهوم خفض جناح، یعنی انسان بالهای خودش رو بگستراند و متواضعانه برخورد بکنه. فروتنی و تواضع از صفات انبیاست. هر کسی در مرحله عالی‌تری از معنویت و کمال قرار بگیره متواضع‌تر است. در بعضی روایات هست که خداوند خطاب کرد به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام که میدانی چرا تو را به عنوان پیامبری انتخاب کردم؟ عرضه داشت نه. خطاب رسید که چون تو متواضع ترین افراد بودی. و لذا در یکی از مناجات ها و صحبت هایی که بین خدا و موسی شد خطاب رسید که موسی جلسه بعد، دفعه بعد که میای برای مناجات، کسی رو با خودت بیاور که از تو پستر باشد، از تو کمتر و کوچکتر باشد. حضرت موسی هر چه فکر کرد در مورد هر کسی که اندیشه کرد کسی به ذهنش نرسید. روز بعد که برای مناجات به کوه طور میرفت، در بین راه حیوان مرده ای رو دید. به نظرش اول پست و ناچیز آمد، او رو برداشت، چند قدمی رفت. بعد خطاب به خودش: موسی، چگونه میتوانی ادعا کنی که تو از او برتر هستی و او پست‌تر است؟ او رو رها کرد و نبرد. رفت به کوه طور، مناجات. خطاب رسید: موسی، پس چرا نیاوردی کسی رو؟ عرض داشت: خدایا، هر چه فکر کردم نتوانستم کسی رو پست‌تر از خودم پیدا کنم. که اینجا مورد تشویق الهی قرار گرفت و این نشان دهنده آن است که اگر کسی در مسیر راهنمایی و هدایت و معرفت دهی به دیگران قرار بگیره باید متواضع ترین فرد باشه. در روایت هست حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام روزی در کنار حواریین و یارانش نشسته بودند. حضرت ظرف آبی آورد و شروع کرد پای آنها را بشور. عرضه داشتند که یا رسول الله، یا نبی الله، پیامبر خدا، چگونه اجازه دهیم تا شما پای ما را بشورید؟ حضرت فرمود این نشانه تواضع است و من باید متواضع و فروتن باشم و این فروتنی و تواضع رو به شما درس دهم که شما هم این چنین باشید. بعد جمله ای فرمود حضرت عیسی، فرمود به تواضع حکمت رشد کند، نه با تکبر. همچنان که گیاه در زمین نرم رشد می کند، اما در زمینی که سخت است به سختی گیاه رشد میکنه. حکمت، معرفت، آگاهی در وجود و در روح و در انسانی رشد میکنه که متواضع و فروتن باشه. در حالات پیامبر اکرم، پیامبر اسلام هست که ایشون متواضع بود، فروتن بود. حتی در بسیار از نقلها نقل شده که وقتی اعرابی شخصی از در مسجد وارد میشد، آنها به صورت حلقه می نشستند، نمی شناخت کدام پیغمبر است، هیچ فرقی نبود بین آنها، و لذا سوال می کرد کدام یک از شما پیامبر هستی، که حضرت رو نشان می دادن. این نشانه تواضع و فروتنی حضرت هست و در قرآن کریم هست که خداوند به پیامبرش خطاب میکنه که در مقابل مؤمنین و در مقابل کسانی که به تو ایمان آورده اند متواضع باش و فروتن باش. آنجا که پیامبر خدا چنین است، ما اگر پیرو آن پیامبریم و به دستورات این قرآن عمل میکنیم باید متواضع و فروتن باشیم در برابر همه کس، مخصوصا در برابر پدر و مادر، در برابر استاد و دوستان و مؤمنین. حالت تواضع و فروتنی خود را حفظ کنیم.